سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ویدیو من خوش اومدین. اگه به دنبال بهترین تبلت های میان رده برند اپل، سامسونگ و شیائومی هستین و بودجه بین 20 تا 50 میلیون تومان دارین، در این ویدیو همراه من باشید. ما مدل های جدید 2023 و 2024 رو بررسی میکنیم و مزایا و معایب هر کدوم رو میگیم خدمتتون تا بهترین گزینه مناسب خودتون رو پیدا کنید. خب من به ترتیب قیمت شروع میکنم و قیمت هر کدوم خواستین آخر ویدیو با من همراه باشید که اونجا قیمت ها رو بهتون میگم. یه پد پرو 2023 شروع میکنیم. این تبلت نمایشگر 12.1 اینچی بزرگ با رفرش ریت 120 هرتز داره و پردازنده جدید سری 7S رو داره. باتری 10,000 میلی آمپر پرظرفیت و برای تماشای فیلم و بازی سبک مناسبه. این دستگاه برای گشت‌وگذار در رابط کاربری و بازی‌های معمولی روان عمل می‌کنه. در ضمن از طراحی نسبتاً باریک و بدنه آلومینیومی داره. مزایاش نمایشگر سریع و سخت افزار قدرتمند در این رنج قیمته. یکی از معایب مهم شارژدهی متوسطه، اما برای تماشای ویدیو وبگری و بازی سبک انتخاب خوبیه. گزینه دوم سامسونگ تب استیکس لایت هست. این تبلت سامسونگ نمایشگر 10.14 اینچی داره. یکی از ویژگی‌های خوبی که داره قلم اس پن رو پشتیبانی میکنه و پردازنده اسنپ دراگون 720G داره که برای کار روزمره کافیه. همونطور که گفتم یکی از مزایاش داشتن قلم اس پنه که برای کلاس‌های آنلاین و یادداشت برداری سر کلاس خیلی خوبه. همچنین یه باتری 7000 میلی آمپری عمر مناسبی داره. از مزایاش میتونم به داشتن قلم اس پن و قیمت مقرون به صرفش اشاره کنم. اما از معایبش سخت افزار متوسط و نرخ نوسازی معمولیه. اگه دنبال تبلت اندرویدی سبک و ارزون با قلم هستین، S6 لایت گزینه خوبیه. حالا سراغ تبلت پیشرفته تری از شیائومی میریم. شیائومی پد 7 2023. پد 7 یه نمایشگر 11.2 اینچی 144 هرتز با روشنایی بالا داره که برای بازی کردن و تماشای فیلم فوق‌العاده است. یه پردازنده اسنپ دراگون 7 پلاس جن 3 و رم 8 یا 12 گیگ عملکرد بسیار خوبی رو به شما ارائه میده. از مزایای این تبلت میشه به نمایشگر 144 هرتزی، سخت افزار قوی و پشتیبانی از قلم فوکوس پن هست. از معایبش میشه گفت که مثل بقیه مدل‌های شیائومی ضد آب نیست و ممکنه شارژدهی متوسط تری داشته باشه. در کل برای بازی‌های گرافیکی و بازی‌های سبک و تماشای ویدیو عالیه. تبلت چهارم اپل آیپد 10.9 اینچی 2022 هست. وقتش رسیده کمی در اکوسیستم اپل سرک بکشیم. این آیپد نسل دهم نمایشگر 10.9 اینچی رتینا داره و از پردازنده قدرتمند A14 بهره میبره. سیستم عامل آیپد OS سرعت و به‌روزرسانی خوبی ارائه میکنه. مزایاش کیفیت ساخت بالای اپل، نمایشگر با دقت رنگ خوب و پشتیبانی از کیبورد جادویی اپل پنسیل نسل اوله. معایبش نرخ نوسازی 60 هرتزه. برای مطالعه، طراحی سبک و تماشای فیلم بسیار مناسبه. اما دست نگه دارید چون نسخه جدیدش اومده. اپل آیپد 11 2025. این مدل جدید یا همون نسل 11 اپل تقریبا طراحی نسل قبلی خودش حفظ کرده، ولی صفحه نمایشش شده 11 اینچ. نکته مهمتر تراشه A16 بیونیکه که قدرت خیلی خوبی داره. این آیپد نسبت به نسل قبل بزرگتر شده و همچنان آیپد OS رو با کیبورد و اپل پنسیل پشتیبانی میکنه. مزایاش پردازنده جدید و نمایشگر بزرگتر. معایبش نرخ نوسازی ثابت 60 هرتز. به طور کلی برای استفاده روزمره، وبگردی و تماشای ویدیو گزینه خوش قیمتیه. گزینه بعدی گلکسی تب S9 FE هست. گلکسی تب S9 FE نمایشگر 10.9 اینچی از نوع IPS LCD داره و نرخ نوسازی 90 هرتز. پردازنده این تبلت از سری اگزینوس سامسونگ 5 نانومتری با 8 هسته که همراه با حداقل 6 گیگابایت رم و 128 گیگ حافظه داخلی عرضه میشه. البته نسخه هایی هم با رم 8 گیگ و حافظه 256 وجود دارن. باتری 8000 میلی آمپر با پشتیبانی شارژ سریع 45 واتی امکان شارژدهی برای مطالعه و پخش ویدیوهای طولانی رو فراهم میکنه. دوربین اصلی 8 مگاپیکسل و دوربین سلفیش 12 مگاپیکسل. یه نکته که جا داره بهتون بگم اینه که نسخه های 5G یا سیم کارت خورش موجوده، اما از لحاظ اقتصادی به خاطر تعرفه ریجستری که بهشون میخوره صرفه اقتصادی ندارن. از مزایاش میشه به داشتن قلم اس پن توی جعبه، باتری مناسب برای استفاده طولانی و استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار اشاره کرد. معایبش میشه به نمایشگر LCD نه OLED اشاره کرد که کنتراست پایینی داره و نور سیاه رو با عمق کم نشون میده. اما صبر کنید چون نسخه جدیدش اومده. گلکسی تب S10 FE همون سایز 10.9 اینچی رو داره ولی به‌روزرسانی هایی داشته.
نمایشگر 10.9 اینچیش وضوحش افزایش پیدا کرده. نرخش همون 90 هرتز مونده. پردازنده جدیدش اکزینوس 1580 4 نانومتریه با 8 یا 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی 128 و 256 در این تبلت به کار رفته. باتریش همچنان 8000 میلی آمپر. از نکات مثبت این مدل وزن خیلی کمتر نسبت به سری قبل هست و پردازندش هم قوی تر شده. مثل بقیه تبلت های میان رده سامسونگ از قلم S Pen پشتیبانی میکنه. اگه بخوام مزایاش رو بگم، پردازنده قوی برای اجرای نرم افزارهای درسی، وضوح بالاتر صفحه نمایش و قیمت نزدیک به S9 FE که توجیه خریدش رو بالاتر میبره نسبت به نسل قبل. از معایبش اینه که صفحه نمایشش همچنان LCD، اما با این قیمت نباید چیز بهتری هم انتظار داشته باشید. گزینه بعدی اپل آیپد مینی 7 2024 هست. اگه دوست دارید تبلت جمع جوری داشته باشید، این میتونه گزینه خوبی واسه شما باشه. آیپد مینی نمایشگر 8.3 اینچی و پردازنده بسیار قدرتمند A17 پرو داره که اون پردازنده هست که روی آیفون 15 پرو نصب شده. از مزایاش میشه به فوق‌العاده سریع بودن و حمل و نقل آسونش اشاره کرد. سخت افزار قوی با اینکه کوچکه اما قیمت پایینتری از آیپدهای بزرگ داره. معایبش میشه به نمایشگر 60 هرتز و حاشیه‌های نسبتاً زیاد اشاره کرد. این مدل برای مطالعه کتاب، استفاده در سفر و کلاس‌های آنلاین مناسبه. دوباره برگردیم به دنیای سامسونگ. نسخه های بزرگتر تبلت هایی که بهتون معرفی کردم وجود دارن. S9 FE پلاس و S10 FE پلاس. S9 FE پلاس به خاطر اینکه دیگه توجیه قیمتی نداره خریدنش، خیلی بهش نمیپردازیم و از روش رد میشیم. بریم سراغ S10 FE پلاس. نمایش 13.1 اینچی بزرگ LCD، نرخ 90 هرتز داره، سخت افزار مشابه مدل استاندارد، اکزینوس 1580 با رم 8 یا 12 گیگ و حافظه 128 و 256 عرضه میشه. باتری بزرگ 1100 میلی آمپری و قلم S Pen و IP68 هم داره. مهمترین امتیاز این مدل نمایشگر خیلی بزرگ برای تماشای ویدیو و یادداشت برداریه. اما سنگین ترین مدل هم هست. قیمت پای این تبلت نسبت به نسخه های استانداردشون بالاتره. مزایای این تبلت میشه به صفحه نمایش بزرگ اشاره کرد که جای زیادی رو برای چندین کار همزمان و نوت برداری ارائه میده. باتری حجمی داره و حافظه بالایی هم داره. از معایبش میشه به وزن زیادش که حمل و نقل رو سخت کرده اشاره کرد. تبلت بعدی شیائومی پد 7 پرو هست. این تبلت نسخه پرو سری 7 شیائومی، صفحه نمایش 11.2 اینچی با رفرش ریت 144 هرتزی داره و دوربین اصلیش 50 مگاپیکسله. پردازندش اسنپ دراگون 8S جن 3 و رم 8 یا 12 گیگابایت داره که در ردیف دستگاه‌های قدرتمند قرار میگیره. مزایاش نمایشگر سریع و سخت افزار فوق‌العاده مناسب برای بازی‌های گرافیکی. معایبش قیمت بالاتر، شارژدهی معمولی و بدون ضد آب بودنشه. مناسب برای کسایی که به بازی و کارهای مولتی مدیا علاقه دارن و میخوان از تبلتی قدرتمند استفاده کنن. تبلت بعدی سامسونگ گلکسی تب S9 هست. این تبلت نمایشگر 11 اینچی اولد با رفرش ریت 120 هرتز و تراشه قدرتمند اسنپ دراگون 8 جن 2 داره. مزایاش کیفیت صفحه نمایش فوق‌العاده همراه با 4 بلندگوی استریو و دالبی اتموس هست. پردازنده و رم بالا، پشتیبانی از S Pen. معایبش قیمت بالاتر. این مدل برای کاربرانی که میخوان تبلت رده بالا با قدرت بالا داشته باشن عالیه. هم برای تماشای ویدیوهای با کیفیت و هم برای بازی‌ها و برنامه‌های سنگین مناسبه. در نهایت اپل آیپد ایر 7. آیپد ایر جدید رو داریم، نمایشگر 11 اینچی و اپل یه تراشه 6 هسته‌ای M3 توش به کار برده که 5 هسته گرافیکی داره. از ویژگی‌های اصلی اون میشه به این اشاره کرد که بدنه فلزی داره با کیفیت و از قلم و کیبورد حرفه‌ای پشتیبانی میکنه. مزایا تراشه بسیار قدرتمند که برای کارهای حرفه‌ای مناسبه. از معایب اونم میشه به قیمت بالاش اشاره کرد. اما بریم سراغ چیزی که بهتون قولش داده بودم، قیمت‌ها. شیائومی ردمی پد پرو 20 میلیون تومان حدوداً. سامسونگ گلکسی تب S6 لایت 25 میلیون تومان که به نظرم صرفه اقتصادی نداره. شیائومی پد 7 30 میلیون تومان حدوداً. اپل آیپد 10.9 اینچی 2022 یعنی نسل 10 28 میلیون تومان حدوداً. اپل آیپد نسل 11 2025 چیز حدود 30 تا 35 میلیونه در بازار. گلکسی تب S9 FE بسته به حجمش 31 تا 39 میلیون تومان قیمتش.
S10 FE 35 تا 45 میلیون تومنه بسته به حجمش و رمش. اپل آیپد مینی حدود 38 تا 40 میلیون تومان. تب S9 FE پلاس و S10 FE پلاس دوتاشون حدوداً توی رنج قیمتی قرار دارن و بین 40 تا 45 میلیون قیمت گذاری میشن. شیائومی پد 7 پرو حدود 45 میلیون تومان، سامسونگ گلکسی تب S9 حدود 50 میلیون تومان و اپل آیپد ایر 7 هم 50 میلیون تومانه. اما جمع‌بندی، هر یک از این تبلت ها نقاط قوت و ضعفی دارن. اگه قدرت پردازشی بالا میخواین و با سیستم اپل راحتید، آیپد های نسل جدید انتخاب خوبیه. اما اگه دنبال گزینه‌های اقتصادی یا اندرویدی هستین، سامسونگ و شیائومی مدل‌های قدرتمندی در این بازه ارائه میکنن. امیدوارم این راهنمای جامع کمکتون کنه که تبلت مناسبتون رو انتخاب کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما اون رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای معرفی محصولات دیجیتال بیشتری ببینید. خوشحال میشم نظرات شما رو ببینم.